بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، باز هم پیشنهاد شماست برنامه با هم می‌یابیم. در این برنامه دو نفر خوانندگان صاحب ذوق دانش عمیق داشته اشتراک میکنند و اکنون وقت مناسب است که این خوانندگان را برای بیننده عزیز تلویزیون بهارستان معرفی نماییم. فریزه فریدون خواننده صنف ششم لیسه رقم 4 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه می باشد. فریزه فنهای بیولوژی، ادبیات و گئوگرافیا را بیشتر میپسندد و دوست می‌دارد. فریزه می‌خواهد که در آینده معلم شود، یعنی کسب مادرش را می‌خواهد در آینده گیرد. این زمان باشد پیوسته کوشش می‌کند که در المپیادهای فنی اشتراکچی فعال باشد. فریزه خوش آمدید به برنامه. اکنون سولیمان نظرов همصنف فریزه می باشد، یعنی هر دو در یک مؤسسه تحصیل میکنند. سولیمان فنهای متماتیکا و زبان انگلیسی را بیشتر دوست می‌دارد. در آینده میخواهد که لوحه‌کش شود. این کسب به او پسند است. این زمان باشد شغل دوست داشته سولیمان کتابخوانی است. خوش آمدید. خوب بچه‌های عزیز، برنامه با هم می‌یابیم. به شما معلوم است که چگونه جریان می‌گیرد؟ بله. باری هم تماشا کرده بوده؟ بله. در تلویزیون بهارستان. آفرین، در تلویزیون بهارستان شما برنامه با هم می‌یابیم را تماشا کردید. اساساً در این برنامه مثل شما دو نفر خوانندگان اشتراک نموده به سوال و دلیل و اندیشه ها پاسخ میگن. به هر حال برای بیننده عزیز تلویزیون بهارستان بار دیگر از شرط های برنامه یادآور میشه. خوب بینندگان عزیز، برنامه با هم می‌یابیم از 3 شرط عبارت است. شرط اول سوال های تستی به اشتراکداران برنامه که هر یک سوال دارای 4 واریانت است پیشنهاد می‌گردد. شرط دوم باشد دلیل ها پیشنهاد می‌شوند و اشتراکداران یعنی شما درست یا نادرست بودن را میگوید. شرط دوم برنامه درست یا نادرست نام دارد. و نهایت شرط سوم برنامه از سفارش ها عبارت است. 2 سفارش به شما پیشنهاد می‌گردد و شما کوشش کنید که از اجرای این سفارش ها برای جمع 3 شرط در برنامه امروزه شما را انتظار است. و شما جریان برنامه بار دیگر فهمه شد بچه ها؟ بله. خب آماده هستید؟ بله. چی اندیشه است؟ سوال ها به شما فهمه می آیند یا اینکه نه؟ فهمه می آیند. فهمه می آیند. شما باوری دارید؟ بله. معلوم می گردد که شما تماشابین دائمی تلویزیون بهارستان و خاصه برنامه با هم می باشید. خوب، شما اگر تیار باشید، آماده باشید، شروع میکنیم شرط اولی برنامه با هم می‌یابیم. خوب توجه میکنیم. فریزه و سولیمان، سوال اول را به شما پیشنهاد میکنم. کدام سیاره به سیاره سرخ معروف است؟ کدام سیاره به سیاره سرخ معروف است؟ واریانت ا زمین، واریانت ب مارس، واریانت اس یوپیتر و نهایت واریانت د ونera. سوال به شما فهم شد؟ مرحمت مشورت کنید. ما پاسخ با کردیم. پروفسور ما با پاسخ آمدیم که واریانت ب مارس درست. یعنی شما بچه های عزیز واریانت ب رو انتخاب کردید. مارس. از کجا میدونید؟ ما در فنی گئوگرافیا و طبیعت شناسی حالا خوانده ایستادیم. یعنی وابسته به این موضوع ها علاقه در مؤسسه شما از فنهای تعلیمی آموزش گرفتید. بله. یعنی شما باور دارید؟ بله. بله.
раваду посухҳо нодуруст бошад? ما رو افتاده نمیشه. آفرین، شما رو افتاده نمیشوید. اکنون میخواستیم پیش از اونه که توجه کنید و پاسخ بهاگذاری کنید. بهاگذاری در برنامه از 1 تا 10 خال را در بر میگیرد و خالی انتخاب کرده شما کدام است؟ 10. 10. یعنی پورا باوری دارید که پاسخ سوال مرز است. خب توجه میکنیم به پاسخ سوال. مرز با رنگ سرخش معروف است و از همین سبب آن را سیاره سرخ می نامند. سبب رنگ سرخ اکسیدهای آهن در روی سیاره است. مرز با سیاره های نزدیک به زمین داخل می شود و سیاره دوم از روی حجم به آفتاب می باشد. در روی مرز کوهها، وادی‌ها و کوههای یخبسته وجود دارند. عالمان هنوز جستجو میکنند که آیا حیات در گذشته وجود داشته است یا نه. آفرین بچه عزیز، شما توانستید که پاسخ درست و دقیق را در این سوال پیشنهاد کنید در بخش اول، در سوال اول، و شما توانستید که در اولی برنامه صاحب 10 خال گردید. مبارک باشد. خب سوال دوم را به شما پیشنهاد میکنم. باز هم توجه میکنیم. سوال دوم چنین است: کدام عضو بدن بیشتر آب دارد؟ کدام عضو بدن بیشتر آب دارد؟ وریانت ها رو به شما پیشنهاد میکنیم. وریانت ها چنینند: دل، وریانت دیگر مغز یعنی مغز سر، وریانت سوم استخوان و نهایت پوست. مرحمت مشورت کنید. رابط پروفسور، جواب درست مغز می باشد. جواب درست شما مغز می باشد. شاید پوست باشد. من فکر میکنم که پوست رو شما انتخاب میکنید. مغز رو، یعنی شما پاسخ میگردانید مغز. خب باز هم به بهاگذاری توجه میکنیم. چند خال شما میخواید که دریافت کنید برای این پاسخ؟ باز هم از 1 تا 10. مرحمت. 10. باز هم 10. شما باید به نظر گیرید که اگر پاسخ پیشنهاد کرده شما نادرست باشد، از خالهای به دست آورده اتان 10 خالی که عین زمان گفتید کم میگردد. یعنی شما راضی هستید؟ راضی هستم. بله. خب شما راضی باشید، پس ما چاره‌ای نداریم، قبول میکنیم و اکنون توجه میکنیم به پاسخ. مغز سر انسان یکی از عضوهای اساسی بدن به حساب رفته. تقریباً 75-80% ترکیب آن از آب عبارت است. آب برای فعالیت درست مغز سر نقشی حل کننده دارد. محض با شرافت آب ایمپولس‌های عصب به آسانی انتقال می‌یابند. خاطره فعال میماند و فکرانی استوار میگردد. کم شدن آب در بدن میتواند باعث خستگی، سردرد، پس شدن دقت و سستشوی قابلیت فکرانی شود. چنانه که شما به پاسخ توجه کردید، پاسخ همین است: مغز. یعنی مغز سر در عضو بدن بیشتر آب دارد. یعنی باز هم شما غالبیت به دست آوردید. اکنون تا این زمان شما صاحب 20 خال گردیدید. این موفقیت را به شما مبارکباد میگویم. آفرین.
سیوم به شما پیشنهاد می شود. کدام حیوان زودتر می دود؟ فکر میکنم که این سوال ها به شما آشنا است. شما در لیسه برای خوانندگان با لیاقت در شهر دوشنبه تحصیل میکنید. واریانت ها را پیشنهاد میکنم. کدام حیوان زودتر می دود؟ واریانت ها چنینند: سگ، اسب، گپارد یا گرگ. مشورت. عقلها را عقلها یاری دهد. مشورت ادراک و هوشیاری دهد. роберт профессор, мо ба хулосае омадем ки гепард дар ҳайвони тездав буд. یعنی تیز دونده ترین حیوان این گپارد می باشد. شاید اسب باشد یا اینکه سگ. نه. گپارد رو انتخاب میکنید. بله. خب گپارد رو انتخاب کنید. ما نیز به انتخاب شما نیستیم، یعنی قبول میکنیم. باز هم از شما انتظار میشویم که از 1 تا 10 چند خال را به خود مناسب میدونید. 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 یا اینکه 10. ما 8 خال رو انتخاب. 8 خال را انتخاب میکنید. بله. خب 8 خال را انتخاب میکنید. خوب توجه میکنیم با هم و با بیننده عزیز و پاسخ اندیشه. گپاردها تیزترین حیوان زمینی می باشند و می توانند تا 100 کیلومتر ساعت رسند. سرعت بلند برای مدت کوتاه نگاه داشته می شود. گپاردها از سبب سرعت خود و بدن فوتشان حساستر می باشد. چون که شما مشاهده کردید بچه‌های عزیز، پاسخ سیوم شما نیز درست است. شما میتونستید که 10 خال را انتخاب کنید یا اینکه 9 خال را انتخاب کنید. به هر حال شما 8 خال را انتخاب کردید. این برای پیشنهاد بد نیست و غالبیت را در این سوال نیز به دست آوردید. شما را تبریک میکنیم. بچه‌های عزیز، میگذاریم به سوال نهایی، شرط اول برنامه. کدام گاز برای نفس کشی انسان ضرور است؟ تکرار میکنم، توجه کنید. کدام گاز برای نفس کشی انسان ضرور است؟ واریانت ها چنینند: کربن دی اکسید، آزوت، اکسیژن و گلی. مشورت میکنیم. робот профессор, ما به خلاصه آمدیم که اکسیژن برای نفس کشی خیلی ضرور است. اکسیژن. بله. باوری شما قوی است؟ بله. بله. اساساً میگفتید که این سوال به کدام فن تعلیمی شما ربط دارد؟ بیولوژی، بوتانیکا. بیولوژی، بوتانیکا. و در اولتر برنامه گفتیم که فریزه فن بیولوژی رو بیشتر دوست می‌دارد. بله. خوب، باز هم میخواهم که خال گذاری کنید. چند خال؟ ما 10 خال رو انتخاب کردیم. 10 خال رو انتخاب بله. کردید و پیش از آنی که من بگویم که صاحب این 10 خال دیگر شما هستید یا اینکه نه، با هم توجه میکنیم به پاسخ. اکسیژن برای نفس کشی و استحصال انرژی در حجره ها مهم است. به اکسیژن حجره ها نمی توانند انرژی تولید کنند و انسان چند دقیقه زنده نمی ماند. سیستم نفس کشی اکسیژن را از هوا جدا می کند و به خون انسان می گذراند. همچنین اکسیژن برای سوختن غذا و استحصال انرژی در بدن لازم است. بله بچه های عزیز،
پاسخ شما درست است. شما در شرط اول که 4 سوال پیشنهاد گردید به هر یک تای آن پاسخ درست گرداندید و جمع در این بخش شما صاحب 38 خال گردیدید. برای شما این خال بلند را مبارک میگم. آفرین بچه ها. گمان میکنم که در شرط های بعدی فاولمندی نشان میدید. شما آماده هستید که به شرط دوم برنامه گذاریم؟ بله. خب میگذاریم به شرط دوم برنامه با هم میابیم. چنانه که گفتیم شرط دوم برنامه درست یا نادرست عنوان گرفته است. اکنون توجه میکنیم به دلیل ها. 4 دلیل در اینجا به شما پیشنهاد میگردد و شروع میکنیم. دلیل اول: سنگچه ها برای پرنده ها همچون غذا به شمار میروند. سنگچه ها برای پرنده ها همچون غذا به شمار میروند. این اندیشه درست است یا نادرست؟ مرحمت. با پروفسور این اندیشه درست میباشد. این اندیشه را شما درست میدانید؟ بله. برای آنکه آنها که استعمال میکنند آنها سنگچه های میده را استعمال کرده میتوانند و سنگچه های کلان را باشد استعمال کرده نمیتوانند. بله، یعنی سنگچه ها را به اندیشه شما پرنده ها همچون غذا استفاده میکنند. این سنگچه ها همچون غذا استفاده میشود. عموما غذا را ما برای چی استفاده میکنیم؟ غذا را برای آنکه برای فایده باز برای که ویتامین هایمان بسیار شوند. برای ویتامین هایمان بسیار شوند. اکنون میوه پرنده ها ها و چی؟ سبزیجات ها رو برای همین استعمال میکنیم. پرنده ها نیز برای سیر کردن برای همچون غذا استفاده میکنند. برای ویتامین ها گفتید شما. چی است؟ این اندیشه درست است یا نادرست؟ این اندیشه درست است. درست است. خب باز هم میخواهم که شما خال گذاری کنید. نخست چند خال از 1 تا 10؟ ما 10 خال را انتخاب کردیم. 10 خال را شما انتخاب میکنید. من فکر میکنم که این خالی بلند نیست. بلند است. بلند است. یعنی پاسخ شما نیز درست است. بله. بله. و چند خال؟ 10 خال. 10 خال. توجه میکنیم به پاسخ دلیل. تا کدام اندازه این دلیل درست است یا نادرست؟ پرنده ها سنگچه ها را همچون غذا فرو نمیبرند. سنگچه ها را آنها برای آن فرو میبرند که غذای فرو بردهشان در یک قسم سنگدان سایش یافته هضم گردند. خب بچه های عزیز، چنانه که شما مشاهده کرده پاسخ گردانیده شما نادرست است. اکنون در سوالی یا اینکه دلیل اولی شرط دوم شما از 38 خال خود 10 خال را از دست دادید. رو افتاده شده؟ نه. رو افتاده؟ نشدیم. آفرین. پس چی باید کرد؟ با سوال های دیگر درست جواب دادن. پس سوال های دیگر شما درست‌تر اندیشه کنید، مشورت کنید و پاسخ گردانید. خب چند سوال دیگر و بخش دیگر در برنامه با هم میابیم شما را انتظار است. بگذاریم به
саволи ё ин ки далели дуюм дар шарти дуюми барнома. ҳангоми атса задан муваққатан ҳамаи узвҳои инсон таваққуф мекунад. дуруст аст ин андеша ё нодуруст? машварат мекунем? робот профессор, ҳангоми ахча задан ҳамаи узвҳои бадани одам таваққуф мекунад. яъне ин далел дуруст аст ё нодуруст? дуруст аст. хуб, боварӣ доред? бале. чанд хол ба шумо диҳем? 10 ба 10. 10 хол? шумо намеҳаросед ки боз агар нодуруст бошад 10 холи дигар аз холҳои пештараи шумо гирифта мешавад. хуб, аз ин бармеяд ки шумо амиқан посухи дуруст гардонида истодаед. ба ҳар ҳол чӣ кор мекунем? мушоҳида мекунем ба посухи далел. ҳангоми акса задан муваққатан ҳамаи узвҳои инсон таваққуф мекунанд. ҳатто дар вақти акса задан дил низ муддате кор намекунад. хуб, фариза ва сулаймон, шумо кӯшиш кардед ки ба саволи дуюм посухи дуруст гардонед ва соҳиби 10 холи дигар гардидед. ҷамъу ҷамъ холҳои шумо то ин замон ба 38 баробар шуд. офарин. мегузорем бачаҳои азиз ба саволи сеюм. офтоб энергия ва гармиро аз дигар ҷирмҳои осмонӣ мегирад. ин андеша дуруст аст ё нодуруст? машварат мекунем? робот профессор, мо ба андешае омадем ки ҷавоби ин нодуруст аст. ҷавоб нодуруст аст. шумо нодурустро интихоб мекунед. бале. барои он ки офтоб энергияро ба ҳозиразамон электромобилҳо сохта истоданд ки электромобилҳо бо воситаи офтоб заряд мегиранд ва ҷавоби мо нодуруст мебошад. варианти интихоб кардаи шумо нодуруст мебошад. нодуруст мебошад. хуб, қабул мекунем. мехоҳем ки баҳогузорӣ кунед аз 1 то 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ва ё кадом? 8. 8 ро интихоб мекунед. сулаймон, мувофиқ ҳастед? 8 ро интихоб мекунед. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба посух. офтоб энергия ва гармиро аз ядрои худ мегирад ки маҳз дар ядро энергия тавлид мешавад. гармии сатҳи офтоб ба 5500 градус селсия баробар аст. хуб, чуноне ки таваҷҷӯҳ кардем, посухи гардонидаи шумо дуруст аст ва шумо яъне 8 холи дигарро болои он холҳое ки пештар ҳифз карда будед илова мешавад ва ҷамъу ҷамъ шумо соҳиби 46 хол гардидед ва шуморо табрик мекунем. мегузорем бачаҳои азиз ба далели ин ки ба пешниҳоди далели 4 дар шарти дуюми барнома. дарёи Ганг дар чин воқеъ аст? дарёи Ганг дар чин воқеъ аст? ин андеша дуруст аст ё нодуруст? машварат мекунем.
робот профессор, мо ба хулосае омадем ки ин дар чин ҷойгир нест, ин дарё, ин дар Ҳиндустон ҷойгир аст. ҷавоби саволи додаи шумо нодуруст мебошад. не пешниҳоди кардаи мо ё ки пешниҳод намудем дар барнома ки дарёйганг дар чин воқеъ аст, нодуруст мебошад. бале, дар чин воқеъ нест, дар Ҳиндустон воқеъ аст ин дарё. боварӣ доред? бале. хуб, холгузорӣ чӣ гуна сурат мегирад? Чанд? мо 10 холро интихоб кардем. 10 холи дигарро. бале. аз он 46 10 хол кам нашавад боз. мо ро Не. афтода намешавем. мо ҳеҷ вақт ро афтода намешавем. хуб, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба посух ва баъдан мефаҳмем ки болои он 46 хол ё зам мешавад ё кам мешавад, яъне ё илова мешавад ё кам мешавад. таваҷҷӯҳ кунед. дарёи ганг дар Ҳиндустон ҷойгир аст. ин дарё барои халқи Ҳиндустон муқаддас ба шумор меравад. дарёи ганг аз нимҷазираи Ҳиндустон мегузарад ва дар соҳилҳояш шаҳрҳои Калкутта ва Банорас воқеъ гардиданд. оби ганг хеле ифлос аст, вале шаҳрвандони ин кишвар дар он оббозӣ карда чунин мепиндоранд ки ба ҳамин васила роҳан тоза шуда ғизои маънавӣ мегиранд. хуб, шуморо муборакбод мегӯем. офарин бачаҳо, дар посух гардонидан фаъолмандӣ нишон додед ва чуноне ки Фариза қайд карданд, ин дарё дар Ҳиндустон ҷойгир аст. яъне 10 холи дигарро шумо ба худ муносиб донистед. муборак бошад. хуб, 2 бахш ба анҷом расид. монда нашудед? не. хаста нашудед? не. чанд хол доред шумо? мо 56 хол дорем. офарин Фариза, шумо 56 хол доред ва мегузарем ба шарти сеюми барномаи бо ҳам бо ҳам меёбем. меёбем. хуб, бинандагони азиз, шумо барномаи бо ҳам меёбемро тамошо карда истодаед ва Сулаймону Фариза дар ин барнома кӯшиш карда истоданд ки фаъолмандӣ нишон диҳанд. мо айни замон дар шарти сеюми барнома қарор дорем. шарти сеюм пешниҳоди супоришҳо ба иштирокдорони барнома мебошад. 2 супориш аниқтараш дар шарти навбатӣ ба шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба супориши аввал. супориши аввал чунин аст: ман ба шумо айни замон калимаҳоро пешниҳод мекунам ва аз калимаҳои пароканда аниқтараш шумо як ҷумла месозед. яъне ин калимаҳоро агар мо дуруст ҷобаҷо гузорем, як ҷумлаи пурраро ташкил мекунанд ки ин ҷумла маъно дорад. ва акнун бояд ба назар гирем ки 1 дақиқа вақт барои андеша кардану фикр кардан ба шумо пешниҳод мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, омода ҳастед? бале. таваҷҷӯҳ мекунем ва 1 дақиқа шумо дар ихтиёр доред. ба калимаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ин калимаҳо як ҷумларо ифода мекунанд. агар ки шумо омода ҳастед, метавонед ҷавоб диҳед. агар ки не, ҳоло 1 дақиқа сипарӣ нашудааст. робот профессор, мо ҷумла сохтем. ҷумларо пайдо кардед аз калимаҳо.
خب توجه میکنیم که چگونه است. چی است؟ африқо аз ҳама қитъаи гармтарин мебошад. باوری دارید که جمله ساخته شما درست است از همین کلمه ها؟ бале. خب اگر که شما پاسخ درست گردانیده جمله را اگر با پرگی ساخته 10 خال به شما داده می شود. اگر که تماما نادرست باشد خال نمیگیرید. میخوام بار دیگر جمله را بگویید. қитъаи аз ҳама гармтарини олам африқо мебошад. همین گونه شما جمله ساخته از کلمه ها. бале. باوری دارید که درست است. бале. خب کلمه ها پیشنهاد شده بودن قطعه می باشد عالم افریقا گرمترین همه است. جمله ساختید قطعه از همه گرمترین عالم در آفریقا میباشد. افریقا می باشد. آفریقا میباشد. خب باشد و قبول میکنیم. بله. و شما توانستید که 10 خال دیگر را به خود مناسب دانید. مبارک باشد. اکنون میگذاریم به سپارش دیگر. سپارش آخران گفتیم که در شرط سیوم 2 سپارش است. سپارش دوم چنین است. ما به شما رسم را پیشنهاد میکنیم. رسم 1 رسم 2 شما فرقیت های آن را برای ما و بیننده عزیز تلویزیون بهارستان میگوید. آماده هستی؟ بله. باز هم به نظر گیرید که شما در دایره 1 دقیقه باید فرقیت ها را به ما بگوید یا اینکه 1 دقیقه وقت را شما در اختیار دارید. هر یک فرقیت گفته شما 2 خال ارزش دارد. آماده هستی؟ بله. بله. خب وقت در اختیار شما است. توجه میکنید. رابط پروفسور ما به خلاصه اومدیم که در رسم 1 گلوبوس هست، در رسم 2 نیست. باز در رسم 1 کتاب هست، در رسم 2 نیست. در رسم 1 قیچی نیست و در رسم 2 قیچی تصویر یافته است. در رسم 1 شریک در دست سنگپوش نیست و در رسم 2 شریک در دست سنگپوش تصویر یافته است. بله. قیچی در کجا نیست؟ در رسم 1 در کجا نیست قیچی؟ در بالای میز. بالای میز. خب میز. 5 باز در رسم یکم دهان سنگپوش پوشیده می باشد. در رسم دوم گشوده. خب تشکر. و شما 6 فرقیت را برای ما گفتید. خب بچه های عزیز ما مشاهده کردیم که شما از رسم 6 فرقیت را گفتید یا که یافتید و به بیننده عزیز ابراز داشتید. هر یک فرقیت گفتیم که 2 خال دارد و شما که 6 فرقیت را یافتید در رسم صاحب 12 خال گردیده و مبارک باشد. خوب بچه های عزیز شرط سیوم نیز به انجام رسید و در شرط سیوم نیز شما فعالمندی نشان دادید. پاسخهای شما را ما قبول کردیم و خال مناسب را به خود گرفتید. در عموم شما صاحب 76 خال گردیدید و این خالها فکر میکنم که بلندترین به حساب میروند. یعنی شما در این برنامه کوشش کردید که پاسخهای عمیق گردانید و این موفقیت را با کسب 76 خال و شما مبارکباد میگویم. خب بینندگان عزیز شما برنامه با هم مеёбем را طریق تلویزیون بهارستان تماشا کردید و در این برنامه 2 نفر خواننده صاحب ذوق خوانندگان صنف ششم از لیسه رقم 4 پایتخت فریزه فریدون و سولیمون نظرف اشتراک کردند و صاحب 76 خال گردیدند
گمان میکنم که این برنامه به شما پسند آمد. در برابر اشتراکداران برنامه شما بینندگان عزیز کوشش کردید که سعی کنید و دلیل ها به سوال های ما نیز پاسخ گفته باشید. خب میخوایم نظر شما را در انجام برنامه فهمیده باشید. چگونه تصورات است؟ باوری داشتید که مثلا این گونه حال را به دست میارید یا اینکه عموما فعالمندی نشان میدید؟ ما خیلی کوشش کردیم در این برنامه پاسخ‌های درست گردانیم، خال‌های بلند گیریم. ما از خال‌های از دست داده اما افتاده نشدیم. شما 10 خال را از دست دادید؟ بله؟ بله. کدام سوال مشکل بود؟ یا اینکه کدام سوال برای شما عجایب تر بود؟ این سوال ها برای من مشکل نبودن و سوال هایی که ماهی ها، پرنده ها، سنگچه ها را استعمال میکردن، این سوال را به من معلمم نگفته بودن. این سوال به من مشکل تر و عجایب تر بود. به من این برنامه خیلی پسند آمد و سوال های خیلی جالب در این برنامه بودند و ما این خال‌هایی که را به دست آوردیم و 10 خالی که را از دست دادیم اما راه افتادن نشدیم و راه افتادن نمیشویم. آفرین بچه‌ها، ما نیز خرسند هستیم که به مثل شما چنین بچه‌های دانش عمیق داشته، صاحب ذوق در مؤسسه‌های تعلیمی و لیسه گیمنازی ها زیاد هستند و گمان میکنم که با اشتراکتان در برنامه ما طب ما و بیننده عزیز تلویزیون بهارستان را شاد کردید. تشکر که آمدید و در برنامه اشتراک کردید. و بینندگان عزیز، در همین جا به برنامه نقطه میگذاریم، یعنی شرط های برنامه به انجام رسانیده شد و خوانندگان توانستند که تا جای مظفریت و موفقیت خود و از دانش خود به پاسخ به سوال ها پاسخ گردانند. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.